نفس إن لم تظفري لا تجزعي. از دست زبانی که برآید که از عهده شکرش به در آید، از دست زبانی که برآید که از عهده شکرش به در آید، از دست زبانی که برآید که از عهده شکرش به در آید. بنده همان به ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. چو باید همه در دل خاک رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. ز تقوا جامه در بر کن که پاکان ز تقوا جامه پوشیدند و رفتند. خوشا آنان که با عزت جهیدی بساط خویش برچیدند و رفتند. ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند. فرصت خوبی عزیزان که باید بر مهیا کردن این فرصت خوب خداوند عزوجل که من توی ضعیف و عاجز و ناتوان را موفق ساختند و دلمون را از هر سو به سوی خودش برگردوندند و به پاهامون توان حرکت دادند که در مجالسی و مراسمی که خودش امشب در شهر ارمک برگزار کرده شرکت بکنیم. باید بر این فرصت و این حرکت و این حضور و شنیدن کلام خودش و دیدار بندگان نیک خودش در مراسمی که خودش برگزار کرده خالصانه و قلباً قولاً و عملاً شکرش رو به جا بیاریم، چون که کلام خودش که گفته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. عزیزان من، با تجربه ثابت شده که شکر نعمت سبب بقای نعمت شده و سبب مزید نعمت شده. هر بندی که شکر نعمتهای خدا را به جا بیاره، خداوند عزوجل در مقابل اون شکر قولی و عملی اون بنده اون نعمتی که بهش داده براش نگه میداره و اون نعمت رو افزون میکنه، زیاد میکنه. این خاصیت شکره. کفر نعمت از کفت بیرون کند و هر کسی که شکر نعمت ها رو به جا نیاره و در مقابل این همه نعمت های بی‌دلیل خداوند که شب و روز داره میباره به جای شکرگزاری بیاد کفران نعمت بکنه، نهایتا اون نعمتی که بهش داده ازش میگیره و نهایتا در دنیا و آخرت ذلیل و خوار میشه و تمامی نعمت ها براش نقمت میشه، نه نعمت. هر شکری نعمت و نعمت میکنه و هر کفرانی نعمت و نقمت میکنه. اگر شکر قطره باران رو به جا نیاوردی، همون قطره باران تبدیل به نقمت میشه و این پل رو از بیخ میکنه و همون قطره بارانی که وقتی میباره روح انسان شاد میکنه، وقتی شکرش رو به جا نیاوردی اون قطره رو نوشیدی، برگه ها رو پر از آب کرد، زمین رو سرسبز کرد
به زمین یک رونق و صفای دیگه داد. از اون قطره آب نوشیدی و نهایتا شکر اون قطره رو در بندگی خدا به جا نیاوردی، نهایتا اینو بدون که با همون قطره ظریف و شفاف و بلوری شکل نابود میکنه، همونطور که فرعون نابود کرد. و هذه الانهار تجری من تحت. مگر فرعون نگفت که این انهار رودخونه نیل از زیر قصر من رد میشه؟ انا ربکم الاعلی. به قوم بنی اسرائیل گفت من رب برتر شما هستم، ما علمت لکم من اله غیری. ای بنی اسرائیل، چرا خدایی که در آسمانی که نمیبینید داری میپرستی؟ من رو بپرستید که خدای شماست. اینم انهار منه، اینم قصر و قصور منه، اینم جبروت و قدرت منه، اینم جنود منه، اینم لشکر منه. ای مسکین ضعیف ناخدا، اگر خدا اکسیژنش رو از تو قطع بکنه تو میمیره. آقای فرعون، مستر فرعون، اکسیژن فقط هوا نباشه تو میمیری. چطوری تو خدایی؟ تو بنده خدایی. خودتو بشناس که تو بنده خدایی. بنده باید مطیع بشه، همونطوری که برده و عبد باید مطیع سیدش و آقاش بشه. بنده خدا که همه ما بنده خدا هستیم و عباد الله هستیم باید مطیع بشه. این مراسم یعنی مطیع شدن خدا. چقدر مجلس باصفاییه. باید شهر ارمد امشب افتخار بکنه به این مجلس. انسانهایی در این مراسم شرکت کردن که همه نماز عشا رو خوندن و هر کسی نماز عشا رو با جماعت بخوره مثل که نصف شب قیام خونده تهجد خونده و هر کسی نماز صبح با جماعت بخوره مثل که طول شب تهجد خونده. از این طرف از اون طرف نخم. پس این عزیزانی که در مراسم عروسی اسلامی شرکت کردن نماز عشا رو با جماعت خوندن، با وضو آمدن تو این مراسم، با دل پاک آمدن که بار گناهشون رو بریزن، آمدن که بیعت بکنن برای زندگی برای اسلام و مرگ و فدا شدن بازم برای اسلام. آمدن که بگن با خدایا در این شب جمعه 20 روز قبل از رمضان ما رو آماده برای رمضان بکن و به ما توفیق توبه نصوح عطا فرما و خودمون رو پاک بکنیم. این مهمان پاک و گرامی و عزیز تو و پربرکت و مبارک تو رو با دلی پاک از گناه و توبه کرده استقبال بکنیم. هر کسی تا رمضان موند و رمضان روزه گرفت و قبل از رمضان خودش رو آماده کرد برای استقبال رمضان، اون از بهترین و موفق‌ترین بندگان خداست. عزیز دلم، نور چشمم، سرورم، من که تو رو نمیشناسم اما از خیلی وقت تو رو میشناسم. چهره های شما رو ندیدم، با چهرتن شما رو نمیشناسم. چهره های شما رو ندیدم، با چهرتن شما رو نمیشناسم، اما قلبا همه تو رو میشناسم. تو قلب شما اون چیزیست که تو قلب منه و تو قلب من و شما اون چیزیست که تو قلب ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر بوده و تو قلب ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر اون چیزیست که تو قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و تو قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزیست که تو قلب عیسی روح الله بوده و موسی کریم الله بوده و ابراهیم خلیل الله بوده و نوح نبی الله بوده و آدم صفی الله بوده. لا اله الا الله. این چیزی که تو قلب اینا بوده، لا اله الا الله. هیچ معبودی به حق لیاقت پرستش و بندگی ما رو داشته باشه بجز رب السماوات والارضین و رب الشمس والقمر والنجوم
و ربنا و رب کل شیء و رب العالمین کسی دیگه نیست. اون ربی که آسمان رو برداشته کرد، اون ربی که زمین رو پهناور و وسیع و عظیم خلق کرد، اون ربی که رودخانه ها را پر جوش و خروش قرار داد، اون ربی که به کوه ها هیبت و عظمت داد، اون ربی که هیبتش و رحمتش در دریاها قرار داد، اون ربی که جبرائیل و میکائیل و اسرافیل رو خلق کرد، که جبرائیل امین با 600 تا بال در ملکوت اعلی یک بالش باز کرد افق و پوشاند. اون ربی که صاحب قطرات بارانه. عزیزان من، اون ربی که صاحب قرآنه، اون ربی که منزل قرآنه، کتاب هدایت و ارشاد و خوشبختی و نور، اون ربی که به من و تو رحم کرد و در دل من و تو توحید خودشو قرار داد و ما را از شرک و کفر و الحاد و بتپرستی به یگانگی پرستی و خدا پرستی هدایت کرد. به شکر چند تا نعمت خدا رو گفتی، حالا خودمونی اینجا کسی دلیلی نیست. یک زبان اونم قاصر میخواد شکر این همه نعمت رو بگه. اگر به جای یک زبان کل موهای تو بدن من تبدیل به زبان میشد که شکر یک نعمت رو بگه، بازم عاجزه. خیلی ها در مجال شکر شکست خوردن، از نعمت استفاده میکنن اما شکر منعم رو به جای میارن. خیلی عجیبه، مثل این که من سر جاده ایستادم دست میزنم کسی ماشین منو سوار نمیکنه. ای مسلمونا بیستی، از جلو من رد میشی، من خسته و کوفته بیابان پیاده آمدم، خودمو به جاده رسوندم، تشنه و گرسنه‌ام، یه نفر به خاطر رضای خدا منو سوار بکنه، کسی سوار نمیکنه. نهایتا یه نفر پیدا میشه ترمز میزنه، بیا بالا برادرم، مسافری سر راه میخوای برید شاه مسلم، بله سوار میشن. شاه مسلم که پیاده شدم نمیگم خیلی ممنون متشکرم، کسی سر جاده منو سوار نکرد، تو سوارم کردی، تشکر ازش نمی کنم. به جای تشکر یه سنگم بر میدارم تو شیشی ماشین شما میزنم. خوبه؟ خودمونی قضاوت به تو قضاوت میکن، کار خوبی کردی. یعنی حالا این آقا تو رو فقط سوار ماشینی کرده، تو پیاده هم میتونستی بری. آقا ایدار ما پیاده رفتن، حالا جاده آسفالت پیدا شده، ماشین پیدا شده، با شطور رفتن. بعضی فکر میکنن که فقط ماشین آخرین سیستم نعمته، هر کسی داره و شخصیت داره، خدا بهش داده. هر کسی خانه خوب داره، خدا بهش داده. هر کسی شیک توشه، جیبش پر، خدا بهش داده. اصلا نماز دیگه به عنوان نعمت حساب نمی کنن. کسی نماز به عنوان نعمت حساب نمی کنه. پیسه، روپیه، ریال، درهم، دلار، مال، جنه، من تو نماز داریم، رکوع و سجود داریم، یک رکوع و یک سجود میلیاردها دلار ارزش داره. اینا نعمت نیست. قرآن داره نعمت نیست. هر کسی یک حرف قرآن بکنه 10 تا حسنه میگیره. یک حرف، لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. کسی که بگه الف لام میم 3 حرف قرآن خونده، 30 تا حسنه نرفته. چی میگی؟ نه نعمت نیست؟
اکسیژن نعمت نیست؟ اگر ماشین نداشته باشی نمیمیری، اگر پولم نداشته باشی نمیمیری، بالاخره یه لقمه گیرت میاد. اگه خونه خوبم نداشته باشی نمیمیری، اگه فرش کرمان و کاشان هم نداشته باشی نمیمیری، اگه توفان رسیدم نداشته باشی نمیمیری، اگر بوتیک و مغازه و طلا فروشی نداشته باشی نمیمیری. اگر هوا نباشی میتونی زنده باشی؟ هوا فقط. چرا فکر نمیکنی؟ من تو نه تنها باید از خدا تشکر بکنیم، باید از درخت هم تشکر بکنیم. درخت دیگه چی؟ این درختایی که تو بیابان کبول اینا خنا، از اینا باید تشکر بکنیم. بله تو چی میدونی؟ در درخت، در برگ درخت کارخانه سبز هست. گوش بدید دوستان، قشر جوان، در برگ درخت کارخانه سبز وجود داره. در هر برگی. کار این کارخانه سبز در برگ درخت چیه؟ عزیزان روز که میشه هر چی اکسیژن تو بدن تو بیرون میریزی، تبدیل به گاز سمی دی اکسید کربن میشه، از دهنت میره بیرون تو هوا، مثل دودی که از تو اگزاز ماشینت در میاد. اینا گاز سمیه، همه تو هوا پخشه. حالا این گاز سمی که تو هوا پخش شده کجا میره؟ اگر این گازها تو فضای ارمک بمانه، هوای ارمک مسموم کننده میشه، یعنی هر کسی نفس بکشه مسموم میشه، میمیره. خداوند این درختها مأموریت داده که شب که میشه نه، این دی اکسید کربن گاز سمی که تو هوا از من و تو پخش شده بمکن و تا اول صبح هنگام نماز اذان صبح اونو تبدیل به اکسیژن بکنن، هوای پاک بدن بیرون تو فضا. ما یه زمانی فکر میکردیم پیرزنان و پیرمردان میگفتن، من یادم مادر بزرگم به من میگفت پسرم شب زیر درخت نخواب. من فکر میکردم به خاطر که جن از زیر درخت میگو شب زیر درخت نخواب که خوب نیست. من میگم به خاطر که جن هست. بعد فهمیدیم که نه، به خاطر که درختها دارن هوا رو عوض میکنن و سینه تنگ میگیری، نفس تنگ میگیری، گاز سمی داره میمکه. اول صبح گازها هوا اکسیژن عوض میکنن. بهترین وقت برای نفس کشیدن در اول صبح بعد از نماز صبح که خونده با جماعت رفت بیرون، بهترین هوا تو باغه، تو گلستانه، در دشت سبز بعد از نماز صبح. اینا نعمت نیست؟ تو آمده دست این درخت بگیر، آقای درخت خیلی ممنون متشکرم که هوا را تمیز کردی، نظیف کردی، پاک کردی. اما کی میدونه که تو فکر این چیزا از درخت فقط اره دستشو داره میبرده. فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا